اگه تو هم طراحی سایت دوست داری و کدنویسی بلد نیستی اصلا نگران نباش. با یه هوش مصنوعی بهت یاد میدم یه همچین سایتی طراحی بکنی. اشتباه نکن. پرامپت بهت نمیدم که پرامپتو بدی به هوش مصنوعی یه سایت آماده که خودت طراحیشو ندیده باشی بهت تحویل بده. قرار 0 تا 100ش رو خودمون انجام بدیم. قرار طراحی که اینجا میبینید قرار خودمون اعمال بکنیم. رنگ، فونت، هر چیزی که اینجا توی تصویر میبینید قرار خودمون اعمال بکنیم. پس ادامه آموزش رو با من باش که بهت بگم که چطوری میتونی یه سایت فوق‌العاده کامل و کاربردی برای خودت داشته باشی. خب دوستان عزیز من، بریم سر آموزش بدون معطلی. ما سایت گوگل استیج رو باز میکنیم و وارد همچین صفحه میشیم. بعد از اون ما نیاز حالا یه ثبت نام اولیه رو انجام بدی که کاری نداره، کار خاصی نداره. میایم توی این قسمت از گزینه وب میخوایم طراحی سایتمون رو انجام بدیم. خب میخوایم طراحی سایتمون رو انجام بدیم. میایم توی پینترست. حالا من اینجا به طور مثال نمونه میخوام بیام اینجا. نمونه. مثلا یه دونه عکس از اینها رو انتخاب میکنم. خب یه دونه عکس نمونه از اینها رو انتخاب میکنیم که میگیم میخوایم سایتمون شبیه به اون باشه. حالا تقریبا شبیه به اون باشه. خب حالا این هم خوب نیست. این هم خوبه، بد نیست. حساسیت به خرج نمیدیم. چرا من این کارو میکنم بچه‌ها؟ چرا من اسکرین میگیرم اینجا؟ به خاطری که هم تند ویدیومون رو ببریم جلو، همین که بدونید به چه صورت هستش. ما میتونیم طراحی که انجام میدیم یه عکس بهش بدیم بگیم آقا مثل این طراحی واسه من یه دونه سایت مبلمان بساز. اما قبل از اینکه شما بخواید یک سایتی رو طراحی بکنید باید پیش نیازهاش رو بدونید. پیش نیازاش چیه؟ مثلا سایت مبلی که میخوای طراحی بکنی، آقا مبل چه شاخه‌هایی داره، چه بخش‌هایی داره، پارچه داره، چوب داره، اسفنج داره، رنگ داره، چی داره، همه اینا رو در بیارید دونه بدونه. یا اینکه برید توی سایت‌های ایرانی یا خارجی برید نگاه بکنید، ببینید سایتاشون رو نگاه بکنید، ببینید چیا زدن. اونجا همه رو بیاید تو چت جی پی تی بدین یا به خود جمینای یه دونه پرامپت بهتون بده، مستقیم میایم پرامپت اینجا وارد کنیم. حالا من اصلا اینجا پرامپت خاصی نمیخوام وارد کنم. چرا؟ میخوام بهش بگم من طبق این نمونه عکس میخوام یه سایت تمام فارسی بزنم. لطفاً تمام نیازهای یک سایت رو برای من طراحی کن و آپدیت هاشم با هم میریم جلو. همین، چیز خاصی من نمی نویسم. میذارم روی وب، جنریتش میکنم و مستقیما میره اول عکسمون رو چک میکنه. طبق اون عکس یه دونه پالت رنگی برای ما درست میکنه. بعد حالا اون چیزهایی که یک سایت نیاز داره رو میذاره. اینها رو الان انجام میده برای ما. خب حالا ما دوست داریم که آقا جان چیکار بکنیم؟ دوست داریم که مثلا تغییرات بهش بدیم، یه سری چیزها اضافه بکنیم. طبق همون صحبتی که بهتون گفتم، به سایت ها رو نگاه بکنید ببینید چیا نیاز داره. حالا این یه نمونه مبل دیگه بچه‌ها، من یه نمونه مبل مثلا زدم. طبق اون چک میکنیم. بعد میایم اینجا سایتمون رو طراحی میکنیم. خب بذار ببینیم اینجا داره چیکار میکنه. میگه برای داشتن یک سایت کامل مبلمان پیشنهاد میکنم این 5 صفحه اصلی را طراحی کنیم. صفحه اصلی شامل بخش هوم، فروشگاه محصولات، جزئیات. آیا با این دسته از صفحات موافقین؟ آره، همه رو انجام بده. خب می‌ذاریم ما رو همه رو انجام بده. اومد اینجا یه پالت رنگی برای ما درست کرد. بسیار عالی. طبق پالت رنگی و استایلی که از تصویر انتخابی شما استخراج کردیم، طراحی کامل صفحات و وبسایت مبلمان شما رو به زبان فارسی میزنیم. ببینید الان اینجا ببینید، فقط سرعت رو نگاه بکنید چون طراحیه.
داره طراحی اولیه ما رو انجام میده. بعد از این هم قراره با یک هوش مصنوعی این کار رو انجام بدیم. کدهاش رو یعنی بزنیم، این المان هامون رو بهش میدیم، طراحیمون رو بهش میدیم و طبق اون شروع میکنه برای ما کد زدن و میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب طراحی رو داریم میبینیم چیا داره میزنه. تمام اینها رو شما میتونید صفحه به صفحه آپدیت بکنید. هر کاری که دوست داشته باشید میتونید اینجا انجام بدید. کاری که شما باید زمان بذارید، هفته ها باید زمان بذارید که بخواید تغییرات کوچیکی بدید، اینجا میتونید در عرض نهایتش 1-2 ساعت وقت بذارید بهترین خروجی رو ازش بگیریم، بهترین طراحی سایت رو ازش بگیرید. این مدل رو دوست نداشتی بگی آقا مدلشو نمیخوام، هر چیزی که نیاز داشته باشی شما میتونی. بذار من یه نیو تب باز بکنم اینجا دیگه، من با پینترست کاری ندارم. ببین طبق اون عکسی که بهش داده بودیم بچه اومد اینجا برای ما یک طراحی بسیار زیبا انجام داد. صفحه اصلی، حالا ما میتونیم بهش بگیم که آقا صفحه اصلی ما بیادیم بر. ببینید چقدر قشنگ خودش اومد اینجا، صدای مشتریان، اونایی که مثلا کامنتی گذاشتن. ببینید اینجا هم یه مقدار اشتباه داره که اینا رو همه رو میتونیم بهش بگیم انجام بده، درستش بکنه. بعد بریم پریویو این صفحه رو هم ببینیم، یه نیو تب دیگه بدم. چقدر زیبا، جدیدترین ها، محصولات، مبلمان نشیمن، سرویس خواب، میز ناهارخوری، اکسسوری. ببین تمام اینا رو خودش چیده، همه اینها رو واسه ما انجام داده. ببینید چقدر قشنگ صفحه بندی، بعد خیلی جذاب شما میتونید از اینها استفاده بکنید. حالا صفحه با ما در ارتباطش در قاطی که با ما در ارتباط باشین. ببین چقدر قشنگ میاد اینجا لوکیشن رو به چه زیبایی گذاشته، دفتر مرکزی، شماره، حالا اینجا هم ارسال پیام، شخصی که میخواد باش تماس گرفته بشه. فوق العاده جذاب، فوق العاده عالی، شما میتونید استفاده بکنید. حالا من نمیخوام تایم فیلم بالا بره. خب اینجا شما هر تغییراتی که بخواین، هر قسمتی که بخواین اضافه بشه، هر کاری که نیاز باشه که انجام بدید، به طور مثال میخوای بگی آقا جان من میخوام بخش محصولاتم، آینه کنسول، سرویس خواب، میز جلو مبلی و عسلی و کالیته پارچه ها میخوام اضافه بکنم، میخوام صفحه تیردی بذارم که رنگ کالیته روی اون مبل خاص بره. تمام اینها رو میتونی بهش اینجا دستور بدی و بری جلو. پس شد خیلی راحت ما آمدیم اینجا طراحیمون رو انجام دادیم. من دیگه مابقیش رو جلو نمیرم چون دیگه خیلی کامل و واضح مشخصه که شما با پرامپت ساده، دیدید با یه پرامپت ساده من نوشتم و یه نمونه عکس بهش دادم و اینو به من تحویل داد. حالا ما اینجا میگیم آقا جان ما تمام این کارهامون رو کردیم، تمام طراحیمون رو داریم، حالا میخوایم ببریم HTMLش، یعنی کد HTMLش رو به ما تحویل بده. چیکار میکنیم؟ میایم از قسمت اکسپورت. وقتی اکسپورت رو بزنیم، بذارید بچه ها من کنترل آ کنم که تمام اینها رو بگیره. وقتی که اکسپورتش بکنیم از AI استودیو اول شروع میشه، مستقیما عکس ها رو میفرسته توی AI استودیو و اونجا طبق همین المانایی که داریم، طبق این طراحی که داریم، سایت ما رو شروع میکنه کد زدن، یعنی کدش رو به ما تحویل میده. من با AI استودیو دیدین دیگه چقدر کار کردم. حالا اینجا نمیخوام با AI استودیو باشه، حالا با فیگما، با هر کدوم از اینهایی که بخواید، حتی میتونید از طریق زیپ اینها رو زیپش رو دریافت کنید بیاید از طریق کامپیوترتون. باز همون رو هم توضیح دادم، با کرسر بزنید، هوش مصنوعی که روی سیستمتون نصب میشه و از روی سیستم میتونید کنترل کنید که فوق العاده عالیه، میتونید از طریق اون هم انجام بدید. اما من میخوام اینجا از طریق لاول کدهای این رو بزنم. ببینید چقدر ساده اینجا ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب من اینجا بیلد رو میزنم، مستقیما خودش میبره توی صفحه لاول و اینجا میاد توضیحات رو بهش میده. خب توضیحات رو بهش میده. حالا اگه چیزی نیاز داشتین که خودتون خواستین اضافه کنین میتونید بعد از این انجام بدید. خب لاول که اومدیم، من چون اینجا ثبت نام داشتم بچه‌ها، اومد اینجا خودش
مستقیما دیگه اومد روی کار. اما یه ثبت نام معمولی داره، همون جیمیلتون رو وارد می‌کنید، خیلی ساده است. جنریتش می‌کنیم و میاد اینجا شروع میکنه کدهای HTML ما رو طبق اون طراحی که داشتیم میزنه. حالا اینجا فکر میکنم یه چند دقیقه زمان میبره، حالا یه 5 دقیقه 7 دقیقه 10 دقیقه یه زمانی میبره، چون الان تعدادش هم زیاد نبود دیگه، تعداد طراحی که دادیم بهش زیاد نبود. اما میاد اینجا کدهاش رو میزنه. حالا تا ما این کدها رو بزنه یه استاپ بزنم که حوصله شما هم سر نره. خب اومد اینو توی 3 دقیقه کدهاشو برای ما نوشت. نگاه بکنید سایت رو ببینید به چه زیبایی اومد در آورد. ببینید به چه زیبایی اومد سایت رو در آورد. فروشگاه، صفحه اصلی، ببینید چقدر زیبا اومد اینها رو برای ما در آورد. حالا اینجا طبق هم عکس که داشتیم دیدید صفحه اصلی ما اومده سمت چپ، اونا رو باید همه رو درست بکنیم. درباره ما اومد خیلی قشنگ تمام اینها رو واسه ما در آورد. خب حالا ما میگیم آقا جان کدای اینم زدیم، چیزی هم بهش خواستیم اضافه بکنیم، کاری دوباره خواستیم انجام بدیم، دیگه مستقیما اینجا فارسی می نویسید، هر چیزی که بخواید می نویسید، تماما میاد اینجا برای ما انجام میده. بعد از اون کد هامون رو میتونیم داشته باشیم، کد هامون رو ببریم دیگه آمادهش بکنیم که بخوایم واسه سرور تهیه بکنیم. بچه‌ها هم میتونیم سرور تهیه بکنیم، هم میتونیم از طریق اگر سایت برای خودتون میخواید، هم میتونید از طریق کلاد عذرخواهی میکنم از طریق کلادفلر انجامش بدید. خیلی کارها میشه کرد، خیلی کارها. حالا من توضیحاتی که بعداً بخوایم یه سایت کاملی من طراحی بکنم واسهتون با هوش مصنوعی کاملش بکنم، به سایت متصلش بکنم، اونجا توضیحات اون رو به شما بدم. حالا اینجا ما میایم به علاوه رو میزنیم، عذرخواهی میکنم، میایم اینجا پابلیکش میکنیم، پابلیش میکنیم. بعد الان به ما یه دونه سایت هم تحویل میده، یعنی مستقیما یه لینک به ما میده. این لینکمون رو میتونیم خیلی راحت ازش استفاده بکنیم. بذارید تا کارهاش رو انجام بده و ببینید به چه سادگی ما میتونیم از یه سایت استفاده بکنیم. خب کپی میکنم میارم اینجا و به راحتی میتونم ازش استفاده بکنم. همونطوری که دارید میبینید الان ما یه سایت داریم، میتونیم این لینک رو بهشون بدیم، تمام این کارها رو انجام بدیم. وقتی بخوام کامل بکنم بهتون میگم صفحه مدیریتش هم چجوریه که ما بتونیم اینجا مدیریت بکنیم، عکس بذاریم، اطلاعات وارد بکنیم، دیتا بهش بدیم. تمام اینها رو من اونها رو هم بهتون میگم. حتی میتونید توی همین قسمت اینجا تایپ بکنید که یه دونه پنل مدیریت هم داشته باشین که پنل مدیریت هم بهتون بده و بتونید ازش استفاده بکنید. حالا من یه سایت خوب طراحی میکنم، بعد با کرسر بهتون میگم که چجوری متصلش بکنیم به شاپرک، درگاه‌های بانکیمون، که مستقیما بتونیم از اونجا هم استفاده بکنیم. یعنی مشتری اومد خواستش یه محصولی سفارش بده، مستقیما از اونجا بزنه، بچه به کارت ما مستقیم پرداخت بزنه و با بقیه موارد. امیدوارم از این فیلم هم استفاده بکنید، تمرین بکنید حتما، که فیلم بعدی فوق العاده میتونه واسهتون جذاب باشه.